روز 8 دکامبر به پرزیدنت قرقیزستان صادر جباروف هواپیماهای بی‌سرنشینی را که اخیراً از ترکیه برای تقویت نیروهای مرزبانی قرقیزستان خریدند نمایش دادند. خدمات مطبوعات پرزیدنت خبر داد که برابر دولت درباره نظام اداره این بی‌سرنشین‌ها نقل کرده چگونه کار کردن آنها را نمایش دادند. خدمات مطبوعات پرزیدنت تاکید کرده است که این دستگاه‌ها پورا از حساب مبلغ‌های بودجه جمهوری خرید شده برای تامین امنیت مدافع کشور از جمله برای حفظ مرزهای دولتی استفاده خواهند شد. خدمات مطبوعات پرزیدنت مقدار هواپیماهای بی‌سرنشین از ترکیه خریدش را نشر نکرده است، ولی چند ماه پیش مقامات قدرتی قرقیزستان گفته بودند که میخوان از ترکیه 3 هواپیمای بی‌سرنشین بیرقدار با یک ایستگاه اداره آنها و همچنین از روسیه چند هواپیمای بی‌سرنشین اریون خریده آنها را پیش از همه برای تحکیم حفاظت قطعه‌های مشکل‌زای مرز با تاجیکستان استفاده کنند. با گذشت 3 سال از سقوط اتحاد شوروی از 970 کیلومتر مرز تاجیکستان و قرقیزستان تا کنون تنها کمی بیشتر از 500 کیلومترش تعیین و علامت گذاری شده است. در پایان ماه اپریل سال جاری بر اثر زدوخوردهای مسلحانه در مرز قرقیزستان و تاجیکستان 55 نفر کشته و حدود 240 زخمی شد. این زدوخوردها خونین‌ترین مناقشه در تاریخ تمام مناقشه‌های مرزی آسیای مرکزی بعد فروپاشی اتحاد شوروی دانسته می شود.